می خبره که از بچه‌ت رسید چی حالت داشتی امروز؟ حالت بد بچه، بسیار حالت بد. یک 12 بجه به من زنگ زد، 12 بجه شب 2 بجه روز آمد جنازش. که واسه میرسه بکنی خدا خیر نه چی میگفتی در راه؟ من متوجه بودم امت خود چی گپ میزدی؟ کتی خود دیگه خدا که دیگه رحم کو به ما دیگه نخل چی کنه خانه که رئیس دیگه در خانه گروغن خلاص شده در گوره خلاص شده دیگه نان چی کنیم دیگه تو بین خب جگر خونی گپ میز خود گپ میزدی خدا ما رحم کنه. خود من بچه‌ها چی کار میکنن؟ تبلکا خود خورده نه خود مدرسه میرن خود مکتب میرن. تو دم بغل استاد کن بگیرش تو امت تعقیبش کن. کجا رفته بودی؟ چرت تللی؟ چی کاربار میکنی تو؟ کاری می کباڑ میکنی خانه کرایی سمه رفتم دیمازن خامدم پش خانه کرایی اونجا دو تنان بودن نفر مداد می حالی میره چستون میریم با تو میریم من چون شارنا خانه میره میگردیم. خانه در کجا؟ خانه دیمازن است پی سلام است. خب این طرفا چی میکنی؟ به طرف میگنی که جمع میکنی تا بیگا میگردیم دیگه تا شام تا خوفتن بعد جنگلی پلاستیک جمع میکنیم کباڑ جمع میکنیم. بچه‌ها چی کار میکنن؟ بچه‌ها گفتم تو خود ترک مدرسه میره دیگه بچه جوان ندارم دیگه. کارگر خودت هستی؟ خود کارگر هستم به خدا. با چند کرا میتی؟ 2000 روپیه. 2000. کتی پیسی آب میاد پیسی برق میاد دیگه اون میره تیر میشه دیگه. خب حالا این بوجی چی است؟ یعنی بوتلک‌ها جمع کردیم نه. تا نوی شب میگردیم طرف جنگل میگردیم پلاستیک جمع میکنیم. خب نه اینا رو جمع میکنیم نه. همه قدر جمع کردی از همه جمع کردیم والا سالم جمع کردیم. اینجا دای پتو چی است؟ نان است چی است؟ نه چیز پتو خالیست این کلام که زمستان چیز یه با خوشا خونه نخوریم شن نه کلا که ماست. خب هوا که سرد شو بازو را میپوشی. هوا سرد میباشه این باشه که ماست. بوتکا را کی داده برات؟ بوتکا هم کس داده برای ما با خدا کس داده خودم پوشید نفر رو بگیر پوش. این کلام کس داده برای ما. والا است چی کنیم؟ کلام از مردم است. مردم با خودی پتو ما با کس داده میگه بپوشن. چی دروغ بد نمیگنی واقعا تا نوی شب میگه چستون علمی دمی کباڑ میگردیم اینو پلاستیک کباڑ جمع میکنیم پلاستیک جنگلی جمع میکنیم دیگه. خب تو بیا اینجا بیا پدر طرف ما بیا. چند سال عمرت است؟ قریب 80 سال عمرم است. 80 سال. خب چی کار میکردی قبلا؟ قبلا دیگه بوتا رنگ میکردیم ولی خب بوت رنگی نیست دیگه بوتا بوت رنگ میکردیم کارا میکردیم دیگه نیست کارا. خب صحیح است. حالا تو دوره میزنی دیگه هر جای بوتال یافتی؟ پلاسی هم دیگه دوره میزنیم دیگه چستون میریم اونجا میریم تو باشکارینا میریم مدنوی بس با خانه 9 بجه شب خانه میرم دبه شب 9 بجه شب خاطر شب جنگلی خیلی میاره پلاستیکا رو میاره میندن پلاستیک میاریم سودا میکنه. پلاستیک کیلو 10 روپیه پیسی کیلو 50 روپیه این کیلو 10 روپیه 20 روپیه دم پلاستیک جمع میکنه کاغذ کیلو 6 روپیه این غریبی است دیگه. چه قمیشه باز کل روز 200 روپیه نمیشه گایا کنیسه گا 200 گا 100 روپیه نمیشه به خدا. نیست. جمعه څنګه تیر کو؟ زه ول ډیر سختي می تیر په خدای زموږ به د څو رقم سختي و زمي کې څو رقم یخني وره یا د ورسکار شاره کړي و دا وخت دوه کړه خلاص زمي کې سندلي می خو ډیر سختي یخني و یو زره په مراسله کزه مریض کوم دا شو ته دا مخسله پیسې به خنه څنګه د څه پریشان ښکارې په دا زمي کې دا زمي ګرځي زمي کې دا کاروبار نو واره دا یخني و هدا خدا کی نو لاره کې څنګه ځان سره غږېدې؟ خدای دا خپل څه د بیکوري دا جنجال دغه د څه بیکوري دغه سي جنجال دغه سي ما سره خبرې کوله نو هر چاته رواني تکلیف پېښ شوی ده او خدا دغه بیکار ټول رواني شوی دغه څه دغه سیال دور د خپل کور کرایه بیل دی او سبې پر 300 پیسې د برق به وبو سره وبو اخسر نو کور لیکن نه څور پامل پکې اولی کې است هغه کرا ور کې هغه باقي جنجال کې سره کور د مزار ته کور ته تل مې سړي کرا غونډې زی بیا موږ کور کرای دغه مثلا کرای دا زلا دی ورحمیږي ته ودرېږه خیر د تا سره ملک کار د دلته ما سره ودرېږه نو
اوس که زر 2000 د پلاس کې راشي څه کوي ور باندې والله خو کدا راشي 2000 راشي خو خوشاله کېږم کور کرام بیغه مسم دغه دا ها یو اول خو بیغه ډوډۍ چا ډوډۍ مخله خو دغه دا څه وایي ورته ډوډۍ مخله په خاطر دغه یو څه غوړي ورته واخلو کورته یو څو هغه وي حیوانات خوشاله شي دغه دا بل که با میاش کې په خله میاش کې خاصه نو خرما خو نه خوري غیر ماشوم کې نه خلاله کې دوه وخت دا وي ګوشت بيګ دوا کو شارنه روان ما هغه مې غلا کړل خپل پاغه خلاص والله ما وخت اخیستي من واس نه رسیو د ناګي واخلو غوړي خلاصي بوره چا بيخي خلاص وای دا اخر ما سر غلمغل کو ما خیر چا ډوډۍ وخره نه مړ کېږي وای بوره خلاصي دغه سکه دروغ نه بته ایمانداري خبر دا کو دا نو اوس که کور تلار شو څومره وړه پیدا کیږي څومره غوړي به پیدا شي نسته کور کې بيخي چې نسته کور کې نه غوړي مونږ کو تلاشي کوو که پیدا شي بیا څنګه کیږي وراسه وی ګوره کو تلاشي کوي څو منه وړه به یا نیمه وړم کور کې نسته بيخو نسته څه وای او غوړي به څومره وي او لکه بوتل مړ یو 900 روپیا هغه خلاص وای دا نسته څه وای او خدای او بس الله دې ورحمېږي توکل په خدای دا بوټان بیا ګرم نه دي دا اوس لري کوم له خیر خدا زمي کې واره کې خو یخني او چاره کړی دا کلي چاره کړی په خدا دا پټون چاره کړی دا ها اوس که 2000 درکمه د سيزي ک بیرته د سيزي زم کوړه زما دوه کله چې خوشاله کې زم کوړه زما تا ته مشه دوا کوم دا زم کوړه زما ولا کبارت نه زما یو کوته غوړي کوړه اخلم له زراغه اخلم وړي زرا ډوډۍ مډي ځای ونه خوشاله سي خلاص دا او خیر کی هذا ها ما چیزی بخپاله به مستخ ما سم دیگه خدا شما رو کامل داشته باش ما خود مستخ هستیم دیگه نه دیگه خود که نه سر آدم دیدی که بوتلکا جمع میکنیم اگر ما داشته باشیم جمع میکنیم و نمیکنیم چه کنیم دیگه زباد و دا بدی سپینگر گرزی نگو دا یا بوتل دخل دا مسئول درو ما دا بوجی کاشون دا دا او سر دا بیان دا وین دا سر ما دا کار کرده بودا دا و دی مازن چالان سیم دا ګور دا وعلیکم السلام دا خوشپاګو دانی دي دا 200 روپۍ شي څلوي دانی یو کیلو کیږي دا یو لاس په نه کیږي دا څو کو دا کور کې بټول انتظار دي چې بابا هغه راوړي کنه او زه دلته هغه ګرځېږم دا په لوګه خالی باندې غاستي کاږم ها زه الله دې ورحمېږي نو توکل په خدای دغلته ما بغلته راشه همین بوتکای آغلته ودرگم بوتکای کاکا را بگی سعی کو که چقدر بیا توکل به الله جانان که څنګه خدای دې په ټولو باندې ورحمېږي نو الله خدای ورحمېږي اوس داسې ځای که داسې مخ په قبله باندې پیسې ماته برابر شي دعا کوم درته سیده کور ته ځم زه خوشحاله به شم له کور ته سودا ویسم صحیح او که بودن نسې نو بیرته زه به دغسې کار و دغسې کار هموطنان عزیز از طرف برادر ما نجیب شکیب شاکرالله از لندن که برای ما روان کرده بود 10800 5800 به یک هموطن ما دادیم یعنی 5000 تقسیم دو کردیم 2500 پدر جان میتیم یک گوجیارد بگیره که یک ذره روغن یا بره بخیر طرف خانه برو من دعا میکنم خدا او را یک رای کده خدا یه اجر بده خدا شما را ماجر خیر ما خو مستحق هستیم دعا میکنم یعنی سیده میره خانه میره مینا مگه اون طرف رفتی با خیر تا پنچر میکنی اگر بری خیر باشی برو پناهت بخدا نداری شاور بچیم شهید شده نه شاورم وقت کار کرده با مجا بیشیم هم میاییم مادر سلام علیکم مادر جان خوب هستی؟ شکر بچیم زنده باشی خیر ببینید چی میکنی اینجا؟ اینجا سیستم کسی که گم کنه برم یتیم دار هستم یتیم ها که ریزه ریزه هستن یتیم ها از کی هست؟ از بچیم هست بچه چقدر وقت میشه شهید؟ 2 سال در کجا؟ در زابل کجا؟ زابل در اردو بود؟ نه در پلیس خب شاورت کجاست؟ شاور ندارم بچیم شاورم وقت فوت کرده بود خب در خالته چی هست؟ نه منجا دادن در سرک یک نشان بده مادر کی داده برات یک نفر داده یا چند نفر؟ یک نفر داده دلوانه نان خب تنامی نان است؟ دیگه چیزی نیست یعنی نان است اجازه است یک لقمه بگیرم؟ خب مادر چند تا یتیمک هست از بچه؟ 4 دانه 4 دانه 2 تا بچه است
یک دختر است، زنش از خودم هستم. کارگر نداری؟ نه ما بیادرک. بازخانه کراس از مردم از چی رقم است؟ نه خانه از خودم از دکو هستیم. خب وقتی که بچه زنده بود شوهرت ضرورت به ای بود که خودت برای از خانه؟ نه شوهرم نمیمان، میگفت که نفسم هم که برای میگفت نمیمانم، میگفتن برو کار کو، میگفت نمیمانم که کار کنم. میگفت هر وقت که باز ما مردم بعد از او باز هرچی که کرد میگفت باز می خبره که از بچه‌ت رسید چی حالت داشتی امروز؟ حالت بد بچه، بسیار حالت بد. یک 12 بجه به من زنگ زد، 12 بجه صبح 2 بجه روز آمد جنازش. جوان بود؟ بچیم جوان. یک بچه کش دخترکش 10 سال است، بچه کش 5 ساله. یک بچه کش بعد از پدر پیدا شده. الله. یک ماه بعد از پدر پیدا شد. او دیگه چهره پدر ندیده؟ نه او چهره پدر دید، نه او چهره اولاده. چقدر جوانای ما در 40 سال تلف شد، شهید شد بیان با هیچ کس بیداغ نمونده. کل مردم دیگه همی افغان است که از هر طرف جان میته و جانهای مردم تباه شد خلاص. وقتی که بچه‌ت بود دیگه بچه‌م کار میکرد، وظیفه بود. بله. خرج می آورد منداخت میشتیم میخوردیم. این حال خدا که روز آورده سر ما دیگه. گفتی 12 بجه روز برات زنگ زد، صبح جنازه‌اش آوردن؟ یک روز زنگ زد گفت مادر کجاستی؟ گفتم بچه‌م در خانه هستم. گفت مریض هستی چرا نمیری شفاخانه؟ گفتم بچه‌م تو مریضی نیستم که در جای بیفتم. گفت برو شفاخانه، برو پیش دکتر. گفتم بچه‌م جنگمن خود نیست، آرام هستی؟ گفت مادر آرام هستم. آرام گفت ماش خدا گفت بگیرم دیگه حرکت میکنم میایم. خاطرتان جمع باشه. صبح 2 بجه بود که 7 بجه صبح دیگه اولش آمد، صبح 2 بجهش جنازهش آمد خلاص. امو آخرین گپایش بود؟ امو آخرین دفعه گپایش بود که کت کلگی خداحافظی کرد. بله. غیر از این که گفت پیش دکتر برو دیگه چی برات میگفت؟ دیگه چیزی نگفت. گفت مادر از ما تو خیلی خداحافظ. گفت من در خانه هم زنگ بزنم به اولادایم. گفتم زنگ بزن خیلی خداحافظ از ما تو. اونمو خداحافظیش بود رفت خلاص. مادرم داغش مان تا که بود در یتیمداری خودشان کبابم برآمد به حال در یتیمای زوا. خانه در بغل کوست مادر؟ نه در بیخی در طرف کو است، آخری خانه. موجی زمستان چی رقم تیر کردی؟ زمستان یک دمین نایه یک چند بوجی گندم داده بود، یک 4 بوجی گندم داده بودن. کار کرده بودیم در سرکم او را خوردیم. خب چی کار میکردی؟ هیچ به خاطر همین کثافات و چیا راهنمایی میگفت بکنی. حکومت بود دیگه، مقصد دیگه سر چی میکنم. امو را کار کردیم، یک 4.5 بوجی گندم گرفتیم، همگه که خوردیم تا زغال مثلا صندلی بخاری چیز دار؟ یک 20 زغال گرفته بودم. این کسایی که کمک میکرد چوب زغال نه همگه که چلاندم خلاص شد تیج دیگه. دو سر کو خیلی هوام سرد است. هوا سرد است. خانه ما هفته رو خط باز هفته که میزنه یک ذره که چی میشه. باز تولی مولام داره خانه یا نه؟ یک کمک جای اینمی راروی وارگ یک داره. تولی چی نیست. کو از دیگه او بلندی است چقدر. او را من بچه یا پدر اولادای جور کرده؟ نه او را هم خودم جور کرده بودم. پدرشان کجا بود؟ بسیار به سختی بسیار به زحمت جور کردیم. بعد از او باز پدرش 1 سال 1 سال بعد فوت کرد. حالا هر روز هم اینجا میایی؟ یک روز اینجا کسی که داد خوب و خوب نداد سبا داده که جای این اون تو هستیم دیگه بچه. چی کنیم؟ خدا روز آورده دیگه. واقعا وقتی که به هموطنا میبینیم مادرای ما را، خواهرای ما را، برادرای ما را، طفلکای نازنین سفیدا را، هر کدامش تلاش به ای داره که حداقل زنده بانند.
همه تو رسنیم بچه تفلکا زنده بانن نگه اینال خانه رفتی اگه دست خالی بری تفلکا چی میگن؟ امو بچگه که 1 سالش که از 2 سالش امو که میرم خالته را واس میکنه میگه خوشحالی میکنه که باش چی آورده اگر چیز آوردم خوشوقتی میکنه اگر پیش میشینه اگر چیزی نآوردم اما تو دستک میزنه غم میکنه پس میره میشینه خلاص دیگه چیکار بیا خداوند رحم کنه مادر زنده باش بچه خداوند کمتان نکنه خدا جان جور بدیدن نانکای طبیعی خیلی از جایت بخی باز همه تو برو بخیر خانه سایز واقعا هموطنا در داور است هر کسی را که میبینیم در هر جای مصروف روزگار هستند و خداوند رحم روشنی خدا کنه بالای تمام هموطنای عزیز ما این کاغذات چی کردیم خوب هموطنا قسمی که در اول برنامه یادآور شدیم به پدرجان 2,500 افغانی دادیم 2,500 هم به این مادرجان از طرف برادر ما نجیب شکیب و شکرالله که 10,800 روان کرده بود 5,800 به یک هموطن ما دادیم 2,500 هم به پدرجان دادیم این 2,500 دیگر هم و این مادرجان میتونیم که یک چیز بگیره باز ببره به اولادکا و به یتیمکا جان جور بتایتان تشکر از این مهربانیتان که بر ما روان کرد خیر ببینه خانهش آباد خدا کمش نکنه خداوند جان جور بده خدا با عزت باشی برای ما هم دعا که خداوند از بلای زمین آسمان الهی آمین خدا از ظلم ظالم از بلای زمینی و آسمانی نگاهتان کنه بچیم خدا جان جور بتایتان با عزت برو پناهگاه کت به خدا دیگه یعنی تا کی میخوری باز خدا بچیم خیر ببینه خدا جان جور بده خدا کمتان نکنه بچیم مستقیم کجا میری؟ برم دیگه خانه برم بچه باز اینجا که دکان رفت یک چند تا بیسکیت کلچه یا متفلکا زنده باشی بچیم خیر ببینی برو پناهید به خدا خدا حافظ بچیم بخیر باشی زنده باشی خب هموطنان عزیز اگر شما هم کمک دارین ما در خدمت هستیم ماه مبارک رمضان در پیش است هر نوع خیرات زکات هر چیزی که دارین اینمی وقتش است برای هموطنایتان کمک کنین تا دیدار دوباره خداوند یار مددگارتان الله حافظتان